عشق یا اعتیاد، مرزی که معمولا دیر میفهمیم. تا حالا رابطه‌ای داشتی که میدونستی برات خوب نیست ولی نمیتونستی ولش کنی؟ انگار به جای عشق چیزی شبیه اعتیاد جریان داشته. اگر این تجربه برات آشناست، امروز میخوایم دقیقاً درباره همین وابستگی هیجانی حرف بزنیم. روابط ناسالم معمولاً 3 پیامد دارن: اضطراب، کنترلگری و بی‌ارزشی. از نظر علمی، وابستگی هیجانی شبیه اعتیاد عمل میکنه. هنگامی که فرد تایید یا محبت میده، دوپامین ترشح میشه. وقتی سرد میشه یا دور میشه، افت دوپامین و احساس نیاز شدید ایجاد میشه. در فرهنگ ایران به خاطر ترس از تنهایی، فشار خانواده، نگاه جامعه و کمبود گفتگوهای سالم در کودکی، بسیاری از افراد یاد نگرفتن در رابطه بمانند بدون اینکه خودشونو گم نکنن. مرزبندی عملی. گاهی در رابطه پاسخ سوالاتی باید روشن باشه. آیا این خواسته منطقیه؟ آیا من حق نگفتن دارم؟ آیا اگه نبگم اتفاق بدی میفته یا فقط طرف مقابل ناراحت میشه؟ چرخه سردی و گرمی رو بشناس. اگه طرف مقابل در یک الگوی محبت شدید، سردی شدید، عذرخواهی و بعد تکرار هست، این الگوی اعتیادیه، نه عشق. در مرحله محبت شدید، طرف مقابل توجه زیاد میده، محبت اغراق شده نشون میده و شما رو خاص و مهم جلوه میده. مغز شما هم با دریافت دوز بالای دوپامین شما رو شرطی میکنه. با خودش میگه این آدم چه احساس خوبی به من میده. در مرحله سردی که فرد ناگهان بی‌تفاوت میشه و این تغییر ناگهانی باعث اضطراب و نیاز شدید برای برگشت به فاز خوب رابطه میشه. ترشح دوپامین افت میکنه و فرد دچار خماری عاطفی میشه. در مرحله عذرخواهی، وقتی شخصی دوباره محبت میده و عذرخواهی میکنه، شما آروم میشین. احساس میکنین مشکل حل شده و اون دوستتون داره. اما واقعیت اینه که بازگشت محبت مغز رو دوباره با دوپامین شارژ میکنه و این وابستگی رو قوی تر میکنه. این همون سازوکار اعتیاد به سیگار، قمار یا مواده. مغز پاداش‌های نامنظم رو خیلی قوی تر دنبال میکنه و تکرار این چرخه وابستگی شیمیایی و روانی به دنبال داره و عشق نیست. استقلال روانی به معنای تنها شدن و بی احساس شدن نیست. یعنی حس ارزشمندیت رو در خودت بساز، نه در رفتار یا حضور دیگران. وقتی استقلال روانی شکل بگیره، نوسان حال طرف مقابل تو رو نابود نمی‌کنه. رابطه تبدیل به چسبندگی و ترس نمیشه و عشق از روی انتخابه، نه نیاز بیمارگونه. 3 قدم کوچیک برای استقلال روانی بردار. اول، وقت تنهایی روزانه برای خودت مشخص کن. هر روز حتی 10 دقیقه با خودت تنها باش تا مغز یاد بگیره که تنهایی خطر نیست و وابستگی رو کاهش میده. دوم، یک هدف شخصی که ربطی به رابطه نداره برای خودت معلوم کن. مثلا یادگیری یه مهارت، یک چالش کوچیک روزانه یا هر چی که دوست داری. چرا مهمه؟ چون هویت جداگانه میسازه. وقتی هویت فقط از رابطه بیاد، کوچکترین سردی طرف مقابل کل سیستم روانی تو رو به هم میریزه. سوم، ارتباطات اجتماعی خارج از رابطه داشته باش. مغزی که دنیای اجتماعی داره کمتر به یک نفر قلاب میشه. گاهی به کسی میچسبیم نه به این خاطر که عاشقش هستیم. میچسبیم چون میترسیم بدون اون نتونیم. ترس از تنهایی رو با عشق اشتباه میگیریم. عشق واقعی زمانی شروع میشه که بتونی بمونی، نه از روی ترس، بلکه با انتخاب. وقتی یاد بگیری که در نبود او هم کامل و ارزشمند هستی، اون وقت رابطت سالم میمونه و از وابستگی به سمت رشد حرکت میکنی.